مرحمت عکس دیگر رو ما برای شما خیر ولش چی حاصل می شود؟ امریکا نه انگلیه. این اصلا بیرق انگلیه. انگلیس. روی این کتاب. امریکا انگلیسی. انگلیسی. شما فرانسه گوید رو آه. خب جواب زبان آموزی زبان انگلیسی. زبان آموزی زبان انگلیسی شما چی میگید؟ انگلیسی و زبان انگلیسی دو وریانت دارم. زبان آموزی و چی؟ زبان انگلیسی و خود انگلیه. خود انگلیه زبان انگلیسی زبان آموزی زبان آموزی با چی؟ باز چی؟ دو وریانت زبان پیشنهاد آموزی کردم داستان. که میمونم باز دو چی؟ وریانت 4 وریانت پیشنهاد کنید برام 4 وریانت دیگه شما از اینجا شما پیشنهاد کنید من در انتها میپرسم که چی است وریانت آخرانتان شاید که شما جوابی درست رو بدید خب اینجا و یک چیزی عجایب پش آن است که مثلا چتر را یعنی زانتیک را بار اول انگلیه و چین نوابسته از همدیگر اختراع میکنند و همین وای چتر هم در اینجا است پس انگلیه شاید شاید خب در این مناره کتاب چی ایفل. است؟ هدوی هیدوای و مرکزی آموزشی زبان انگلیسی زبان آموزی زبان آموزی زبان آموزی آموزشی زبان انگلیسی باز چی؟ زبان آموزی چی است؟ آموزشی زبان انگلیسی آموزشی زبان انگلیسی هدوی انگلیه و کتاب انگلیسی انگلیسی و کتاب انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی خب صلاح الدین زبان آموزی زبان آموزی روی کتاب نکردم شما هم زبان آموزی رو هستید خوب جوان‌های عزیز هر سه شما دخولی رو صاحب هستید اما من سه خورو اینجا زبان انگلیسی کتاب از کتاب هدوای این کتاب زبان انگلیسی است همه وریانت ها درست است اما اینجا زبان انگلیسی است باز یعنی که دخولی شما و سه خورو شما صاحب هستید اینجا کتاب مقصد زبان انگلیسی است بله بیرق انگلیه حتی کتاب آورده شده است اینجا و هدوای این کتاب انگلیسی زبان انگلیسی است